خب یه برخم عجیب که ماهی انور 200 سومون کار کرده بود. خیلی ندودیم رام کرده بودم. خب ماهی فیورال های خورسندی و توش 450 سومون. هایشم رو ایشم قبول است. شم رام کردیم. خب ماهی رحمت دختر جون رحمت. خیلی نشوزی ماهی مرد وزیر در پیش. خب رحمت دختر جون شین. چه حساب کتاب کرده اوتا جون؟ سوزی دختر جون. اصلا اوتا جون. تینجی. من این 15-16 ساله که من در روسیه بودم دختر جون مرا زنگ زدین و چت خطی گفتی که تو یک خوش کرده داری. ما دعا بودیم شما توی کنیم. ما بار یکم دعا روی کردم که خطی و چت رفته گریتی بچه. در خاطرتون هست ها؟ با قریبی توی با اوچت زنگ زد دو موبایل رو برداشت که این دعا کمتر شد با دعا روی کرد. با دعا روی کردم. هر دی دعای روی کرده که تو نرفتی مای بان گرفتیم اوتا جون. گرفتی نه دختر جون؟ رحمت اوتا جون. سلامت باشه. لیکن دختر جون کنی قبضا این دومود کیای نومش چیای چی کارای نومش بحردین جون اوتا جون. بحردین جون خانه دا بعدی توی بخه گفته فریاد میکنم اوتا جون. بخه ها بحردین جان نام دارن. انا ما هم گلی جان لبای بحردین جان. وای گلی جان این آبی گرم است خیلی آبی گرم سرخ شد تاب تید آبی گرم میبید بحردین جان. سرخشه؟ ها سرخ آب رحمت گلی جان زنده باشه. سرخ شد بحردین جان نه دستاشون اشتسیان پوچهاشون اشتسیان. چی آب نداره شما؟ سوختن چی؟ وای نه آبی خنک بود. وای دختر جون من اوچتم تشویش داره آش کردیم فهمیدیم که شما میان ما آش کردیم خیر ها اوچت یاردم کنو بای دومو دا گپ زن که دست روش کشوش پیشیمه بیا چای بیارم شما داتا جون. نه مالی تا جون. بحردین جان گم درویان. امو کی جونا وای ایزو میکشن هاز میگم شما. یا فریاد کو مالی تا جون. پیشیمه یا بیا بحردین جان. اصلا جان. بی یگام کس هست؟ هست بی مرحبا بی هیچ گپ بی سلام علیکم السلام علیکم شما نه رحمت دادا مرحبا شینه چطوری که میگن پیش از پیر نشین. رحمت دومو چطوری که بزرگان گفتند به پیر مرا همین خیلی من آمدم. گفتم پیر بینیم گلی جانم گفتن که دادم آمدگی درست راستی گفت من گفتم دادتان آمده باشد ما هم میبیویم. رحمت دومو رحمت من چخیلی که گرم شد این خونای ما اکو همین خیلی کم گرمه نغز آمده. رحمت دومو جان نامی شما اسم شریفی من راستی گفت بسیار اسم شریف بابا جانم چه کردگی که اسم شریفی من بحردین جان گذاشتگی. بحردین جان بله. با این دختر جانی ما گفتی در خانه با بخه جانم میگیم شوخی میکنیم. شوخی بسیار خوب خب بحردین جان من راستی گفت چی بودنی عشق پیش خدا چی نمیکردم عشق بود چون جان یاد آنی این درباره دیگه نام گفته که من درباره عشق گفتنی که وقتی که خودت هم میفهمید من فهمیدم. بعد راستی گفت من نتوانستم چی کرده بعد دادم گفتن که بچه‌م چی وای خیلی سرگرم میگردی گفتن من گفتم آخر من گوشنه من فهمیدم شما رحمت انا بحردین جان داده جان شما از کدوم کوچه
لمناسف 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 پشتی پوشکین فهم یعنی لیرمونتوف میدونم خب انا که بهرالدین جان لبیک جان لمناسف همین من یک چیز دادا جان راستی میخواستم گپ گفتنی که سیب در تکی سیب میافتد و دیده ایستادم که شما نیز آدمی بسیار هم خیرتمند هستید شتابری که میگن پدر راضی همه راضی درست بهرالدین جان لبیک جان من همین فقط یک چیز میخواستم پرسم تمام البته راستی گپ من همین؟ میدونم که شما میپرسیدید برای همین من آمادگی گرفتم یک هفته آمادگی گرفتم شما وقتی در روسیه بودید من بسیار آمادگی میگرفتم که چطور میشد واخوری من و پدرم پدر چگونه باشند فکر میکردم درست راستی گپ شما هم فکر میکردید درست و من هم فکر میکردم دید دو تا فکر یک تا در اینجا یک تا در اونجا و من گفتم که بیایید من به خانه‌تان میروم و کس گفتن که نه حالی دادم آمادگیشون نه بعد من گفتم که کی میبیاین گفتم گوش کنید و کس بهرالدین جان لبیک من شما فهمیدم من همگی یک سوال دارم جانم قطعی من به 100 سوال تیارم من تیارم که با تگی تیغ گردنم رو گذارم من تیارم که اقیانوس را خشک کنم من تیارم که از آسمان ستاره کندیم دیدید چقدر عشق و محبت من و گل جان باور کنید دادا جان عزیز راستی گپ من نمیتونم و یا گفته نمیشد نوشته نمیشد و من فهمیدم من جانم میتیم من شما فهمیدم همین شما یک سوال من دا جواب دید من بهرالدین 100 جان سوال شما دا جواب میتیم دادا جان لیکن من گفتنی هستم که بیگل جان من حیات را برای خودم تصور نمیکنم حیات بیگل جان برای من حیات نیست شما چیکاره اه؟ شما چیکاره کار میکنم من فهمیدم همه ما کار میکنیم من میخواستم که فهمم کسب شما و من چی رو کسب کردید در زندگی چی کار میکنید چطوری که میگن مهنت همدونه رو آدم کرده است یعنی که آدم مهنت رو همدونه کرده است اکو همین یک چیز درباره همین گفتگی هم خب فهمو یعنی کسب شما کار شما چی کاره بله راستی گپ هم خیر شما چی کاره کی با شما من در وای گرم شد گپ زنید مرحمت آزاد گپ زنید که همین کار شما کسب شما دادا جان من کار میکنم خب چی کار میکنید من خب دادا جان من با قوه جاذبه عمومی جهانی مبارزه بی امان میبرم چی گفتی؟ با قوه جاذبه عمومی جهانی مبارزه بی امان میبرم سخت مبارزه میبرم بهرالدین جان اندک ساده تر کرده فهمانی شما چی کاره؟ ساده تر کردم ساده تر ساده کرده ساده کرده فهمانی گروشیک من داده